دوستان عزیز در دره لوچوب قرار داریم، در دهه لوچوب ناحیه ورزاب در نزد دریای لوچوب. من خیلی دریایی تازه می باشد، بسیار آبش صاف می باشد. امروز آمدیم که لب دریا شینیم و در زیر نوازش آواز آب یک دو ساعت من هم خواب هم رفتم. چقدر زیباست این امنیت وطن را. این کوههای لوچوب باشد. و این باغ در درون کوه سبی زردی گلدن دیلیشیس. از افتا شناختم من یک باغ نازنی را اینجا آباد کردن جوان مردهای لوچوب. ببینید، لیکن طبیعت باز خاصی خودش را میکند و امروز شمالی بسیار سخت خیست. ما خستیم. این سبه های بچه های لوچوب، باقی بچه های لوچوبی نبینید. همینجا ملخ آمده است. دوستان عزیز، یک این طرفش رو چی گپ اون طرفش. شمال بسیار سخت است. این آواز شمال در کنکور میگوید. دریای لوچوب. این هزم رو در ما سیلابا میگوید. سیل میبرد از درون دریا اینش سبه های بچه های لوچوب. میبینید اینش سبه سرخ است. حلقه پرنده خورده است. دوستان عزیز، در چهل جای ها باغ کرده استودن. ببینید حاجی یوسف آفرین به شما. زمین هایی که خاک ندارن، سنگ خالی است، در داخل سنگ سیب رو شنوندن. بینید در داخل سنگ خاک رو نمیبینید. اینجا خاک رو دستی آورده چقوری کرده، داخل سنگ رو چقوری کرده باغ آباد کردن. کی میگوید به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاره بود گل دسته گردد. این سیلابه ها می باشد. سیل آوردگی هزم رو سیلابه میگوید. انا دریا. از دریا اون طرف من درخت های پیسته ها رو دیده هستم و چهارمغزهایی که از من خریداری نمودن و پیسته هایی که از من خریداری نمودن. اون طرف گذاشتن در کار. دریا هست، من نمیگذارم حالی. لیکن من پیسته رو دیده استودم، چهارمغز رو دیده استودم و چهارمغزهایی که حلقه حاصل داده استودن، چهارمغزهای چنگل ها و انمیا. و اینش پیسته هست. من نبینید این پیسته هست. مایده ترش پیسته هست. موبایل پیسته هست. یوسف پیسته زورم کرد. و کسی معقول باشه یک لایک کنه دوستان عزیز. یعنی میبینیم چند آدم معقول شده می.